سلام، اینجا رادیو شبستان است و من پشمان با یکی از داستان‌های دیگر در خدمت شما. اسم من گل احمد است. 2 سال پیش مکتب را تمام کردم. 3 دوست صمیمی از دوران مکتب داشتم: فرید، حمید، شاکر. ما از دوره مکتب تا چند سال پیش با هم یک جا بودیم. با هم خیلی وفادار و رفیقهای خوبی بودیم. در غم و خوشی همیشه کنار هم بودیم. در بین ما فرید خیلی بچه مقبول ولی خیلی لچک و بیبند و بار بود. حتی تا جایی که خبر شدیم پدر خود را هم لت کرده بود. خب بعد از این که مکتب را خلاص کردیم ما به دانشگاه راه پیدا کردیم، ولی فرید در رشته ادبیات کامیاب شد. قسمی که خود فرید برایمان قصه می کرد، فرید در دانشگاه یک دوست دختر به نام مریم داشت. مریم دختر یک فامیل پولدار و سرمایه دار بود. مریم آنقدر فرید را دوست داشت که حتی خرج و مصرف فرید را می داد. ولی فرید مریم را دوست نداشت. فقط به خاطر پول و دارایی پدرش مریم را می‌خواست. بعد از 1 سال فرید تصمیم گرفت تا پشت مریم خواستگاری برود. فامیل فرید وقت پشت مریم خواستگاری رفتند، پدر مریم بعد از کمی معلومات کردن درباره فامیل فرید و خود فرید تصمیم به این گرفتند تا مریم را به فرید ندهند. با این تصمیم مریم خیلی جگرخون شده بود، ولی فرید آنقدر تشویش نداشت، چون فرید مریم را از خاطر پول و دارایی پدرش می‌خواست. چند وقت فرید با مریم قهر کرد، ولی مریم بیچاره شده بود و حتی به فرید گفته بود: فرید جان، امسال نشد سال بعد نشد 2 سال بعد، تا مرا برای تو ندهند من عروسی نمی کنم. چند وقت گذشت و وضعیت ها اصلا خوب نبود. همه ما بیکار بودیم. یک شب که ما 4 رفیق ها یعنی فرید و حمید و شاکر و گل احمد در کوچه نشسته بودیم، فرید گفت: بچه ها، من یک تصمیم گرفتم. از این وطن چیزی جور نمی شود و ما و شما چندان جوانان تحصیل کرده هم نیستیم که صاحب پول شویم و یک چند افغانی گیر ما بیاید. پس همه ما می رویم طرف ترکیه، از ترکیه بخیر طرف جرمنی. با شنیدن این گپ های فرید همه ما خندیدیم. شاکر گفت: فرید بابا، گپ تو خیلی یک گپ خوب است، ولی ساده هستی بچش. تا ترکیه و جرمنی برای 4 نفر 1 بوجی پول کار است و ما و شما 10 افغانی هم نداریم. فرید: من یک پلان دارم. مریم را میگویم که به پول نیاز دارم. هر قدر پول که میتوانی برایم بیاور. گل احمد: بچهش، مریم تا حد آخر که پول برایت بیاورد شاید 500,000 افغانی باشد. اینقدر پول خرچ ما و شما را تا ترکیه نخواهد شد. فرید گفت: کار شما نباشد، پول را من پیدا می کنم. شما مقصد خود را آماده رفتن کنید. چند روز سپری شد و طبق خبرهایی که به گوش ما رسید، فرید برای مریم گفته بود: مریم، ما طرف خارج می رویم و به پول خیلی زیاد نیاز داریم و بدون تو کسی نیست که به دادم برسد. پس هر قدر پول که می توانی برای من آماده کن. مریم مظلوم هم گفته بود: درست است فریدم، من برایت پول را آماده می کنم. حتی اگر لازم باشد تمام طلاهای فامیلم را برایت می آورم، ولی یک شرط دارم. این شرط مریم جبران ناپذیرترین اشتباه او بود. فرید گفت: بگو مریم، شرط تو چیست؟ مریم برایش گفت:
شرط من این است که مرا هم با خود ببر. من هم با تو فرار می کنم، ورنه پدرم مرا با پسر کاکایم نامزد خواهد کرد. فرید از مریم وقت خواست. شب آمد با ما مشورت کرد. شاکر و حمید گفتند گپی نیست شاه، ینگه را هم با خود میبریم، مقصد پیسه را بیاورد. دیگر جواب. من گفتم بابا فرید، دختر مردم را جایی نبر، برایش بگو پول را بده، ما که رسیدیم باز تو را هم خواستگاری کرده، بعد خارج میخوایمت. فرید گفت گل احمد شپیشی تو را غرض نیست، خب به خدا بگی دختر میگوید تا ما را با خود نبردی پول نمیدهم. منم گفتم خود دلتان خی بیادرا. خب ما تصمیم گرفتیم که روز پنجشنبه از طرف بعد از چاشت همه ما در خانه فریدشان جمع شویم. مریم هم به بانه دانشگاه می آمد. فامیل فریدشان 2 روز پیش به مزار رفته بودند و در خانه هیچ کسی نبود. ساعت 2 بعد از ظهر بود. من، حمید و شاکر در خانه فریدشان بودیم که فرید و مریم آمدند. در دست مریم یک بیک بود. مریم گفت سلام لالاهایم. فرید جان این بیک را بگیر، در داخلش هم پول است و هم طلا. فرید بیک را گرفت و باز کرد. پول خیلی زیاد و طلای خیلی زیاد در داخل بیک بود. فرید من و حمید را روان کرد تا طلاها را فروخته و پول بیاوریم. من و حمید رفتیم به زرگری ها و طلاها را فروختیم. پول طلاها در حدود 15 لگ افغانی شد. به خاطری که مردم شک نکنند طلاها را جدا جدا کرده و در هر دکان کم کم فروختیم. وقتی به خانه آمدیم صدای گریه های مریم می آمد. مریم با فرید جنگ می کرد. داخل اتاق که شدیم اول متوجه چیزی نشدیم، ولی بعد از چند لحظه فهمیدم که فرید و شاکر بالای مریم تجاوز کردند. مریم هم مست و نشست، ولی خیلی مظلومانه گریه می کند و دست پایش شیمه ندارد. فرید طرف ما دیده گفت گل احمد و حمید بگیرین، دختر از شماست. در نان برایش دوا دادیم، همیال خوب مست است. من گفتم تو چی میگی او بچه؟ ای چی کار است که شما کردید؟ شاکر گفت گل احمد شپش زیاد شعر نخوان، خورده میتونی بخور، نمیتوانی طرف ما را معلوم کن. رفتم دست مریم را گرفتم و گفتم من این دختر را به خانه اش میبرم. ناگهان فرید بالایم تفنگ کشید. من گفتم بزن بیادرت را میزنی؟ حمید گفت گل احمد حال گپ از گپ تیر شده، کاری نکن که برنامه ما خراب شود. منم گفتم شما هر چی که میکنید بکنید، من با شما نیستم. شاکر گفت وقتی که با ما نیستی دختر را رها کرده برو از خانه بیرون. دست مریم را رها کردم و میخواستم که از خانه بیرون شوم. ناگهان فرید با تفنگ به پشت گردنم یک ضربه محکم زد و از حال رفتم. خیلی وضعیتم خراب بود. دقیق یادم نمی آید. چشمهایم بسته بود و خواب بودم، ولی کم کم فکر می کردم یک دختر خیلی مظلومانه گریه می کند و زجر می کشد. آن صداها برایم خوشایند نبود. درست نمی فهمم ساعت چند بود. کم کم به گوشم صداهای عجیب آمد. شب تاریک بود و خیلی سرم درد داشت. آهسته آهسته چشمهایم باز شد. متوجه بیرون کوچه شدم که هوا کاملا تاریک است. بازویم درد می کرد.
و متوجه شدم که جای پیچکاری است. فهمیدم که مرا چندین بار پیچکاری بیهوشی کردند. دروازه خانه قفل بود. از راه کلکین بیرون شدم. به ساعت نگاه کردم که ساعت 9 شب است. مریم به یادم آمد. خیلی ترسیدم. به فرید و شاکر و حمید هرچی زنگ زدم تلفن‌هایشان خاموش بود. خیلی وار خطا شدم. چند موتر پلیس از پیش رویم گذشت. دست پایم لرزید. در فکرم 1000 رقم گپ میگذشت. فرار کردم و تا خیلی راه پیاده رفتم. در یک موتر نشستم و به خانه رفتم. پدرم خیلی عصبانی شده بود و خیلی بالایم گپ زد. پدرم گفت گل احمد 100 بار زنگت زدم، چرا جواب ندادی؟ او بچه پدر نالد، تو کجا گم بودی؟ رفتم به اتاق خود و به پدرم هیچی نگفتم. تمام شب خوابم نبرد. خیلی ترسیده بودم و هیچ عقلم کار نمی کرد که چه باید بکنم. صبح شد و هوا روشن شد. ساعت 8 بود که از خانه برآمدم. از ترس به منطقه فریدشان نرفتم. خواستم بروم طرف خانه مریمشان. وقت نزدیک های کوچهشان شدم دیدم که خیلی بیروبار است و خیلی پلیس ها در کوچه هستند و مردم همه جمع شدند. داخل یک دکان خوراک فروشی شدم و یک بوتل آب گرفته سوال کردم لالا اینجا چه خبر است که این گونه بیروبار است؟ دکاندار گفت والا همی حاجی هاشم یک دختر داشت، همان دخترک از دیروز گم است. هیچ درکش نیست. گفتن که دانشگاه رفته دیگر نیامده. از دکان برآمدم. در دلم 1000 گپ بود که میخواستم بروم به همه بگویم، ولی خیلی ترسیدم. خاموشانه از آنجا دور شدم. 3 روز گذشت. شب و روز هر قدر که کوشش کردم با فریدشان به تماس شوم هیچ نتوانستم. ساعت 9:30 شب بود. خیلی خسته بودم. رفتم به اتاقم که بخوابم. در جای خوابم دراز کشیده بودم و کم کم مریم به یادم می آمد و خیلی عذاب وجدان داشتم. طرف کلکین دیدم یک سایه در نظرم افتاد. فکر کردم البته خیال است. دروازه اتاقم قفل بود. چند دقیقه بعد کم کم خوابم برده بود که دروازه اتاق باز شد. کسی می‌خواست دروازه را باز کند. وار خطا از جا بلند شدم. گفتم کیستی؟ کسی صدا نکرد. باز صدا زدم کیستی؟ پدرم گفت گل احمد بچیم باز کن. از جایم بلند شدم و بالای پدرم خیلی اعصابم خراب شد و با خشم رفتم دروازه را باز کردم. همین که قفل دروازه را باز کردم نیروهای امنیتی قطع خاص مرا تله کرده وارد اتاق شدند و مرا به زمین زدند شور نخوری. رویم خلطه سیاه کش کرده مرا به جای نامعلوم بردند. خلطه سیاه از رویم برداشته شد. در پیش چشمهایم یک نفر نشسته بود. همی که طرفش دیدم فقط یک سوال کرد. شریک هایت کجا هستند؟ منم گفتم شریک های چی؟ پلیس گفت شریک هایت که در قتل مریم دختر حاجی هاشم با تو شریک بودن. قاتلین فرید، حمید شاکر و گل احمد. تعجب کردم و گفتم چه؟ خیلی لط و کوبم کردند. بعد در یک تلویزیون یک ویدیو را برایم نشان دادند. ویدیو از یک جوی بود. یک بوجی خون آلود که در یکی از جویهای آب افتاده بود. بوجی را از جوی بلند کردند و داخلش را باز کردند. در داخل بوجی جنازه توته شدگی مریم بود. حالم به هم خورد. چشمهایم سیاهی کرد.
روشنی روز برایم سیاه و تاریک شد. بدون اختیار فریاد کشیدم و سر و روی خود زدم. صورت خود را با ناخن‌هایم تکه تکه کردم. سرم را محکم در میز کوبیدم و تمام صورتم را خونالود کردم. چند دقیقه بعد که به هوش آمدم، مادر و پدر مریم روبرویم نشسته بودند. آخ! چشم‌های پر از درد و غم پدر و مادر مریم. پدر مریم فقط برایم یک جمله گفت: به خدا میسپارمتان، الهی 7 نسلتان هلاک شود. مادر مریم بالایم حمله کرد و به سر رویم زد و من هم با گلوی پر از بغض گفتم: بزن مادر جان، بزن، که من ملامتم، بزن. و پلیس استخبارات همه چیز را که می دانستم گفتم. خیلی هم شکنجه شدم. فریدشان گم بودند. پدر فرید زندانی شد. خلاصه هر چه کردن، فرید و شاکر و حمید پیدا نشدند. در محکمه بالای من حکم اعدام صادر شد. پدرهای فرید، شاکر و حمید هم هر کدام 10 لک افغانی جریمه و به 20 سال زندان قیدشان برآمد تا اینکه پسرهایشان پیدا شوند. داستان عشق پاک و بزرگترین اشتباه مریم پایان یافت. 3 سال از آن قضیه گذشت ولی اثری از فریدشان نشد. بله، من ماندم و این همه عذاب وجدان. فعلا زمستان است و در اول هود حکم اعدام من عملی خواهد شد و مرا به دار خواهند کشید. چند وقت بعد یک خبر تازه به من رسید. خبر این که فرید و شاکر و حمید در دست قاچاقبران افتادند و بعد از خیلی شکنجه تمام اعضای بدنشان توته شده و به دریا انداخته شدند. خیلی احساس راحتی و خوشی کردم. من ملامت اصلی این قضیه نبودم، ولی از این که با انسان‌های اشتباه دوست و رفیق بودم، همین است جزای من. و از اعدام شدن خود هم نمی ترسیدم، فقط امید که الله مرا ببخشد. 2 ماه بعد شاید این آخرین خطا است که از من باقی خواهد ماند. خداوند می داند که اول مریم و دوم من ناحق قربانی این قضیه شدیم، ولی حالا هیچ فایده ای ندارد و به احتمال زیاد فردا صبح اعدام می شوم. آخرین گپ من برای شما و دخترها و پسرهای جوان این است: آخرین خط، بالای هیچ کس اعتماد نکنید. در انتخاب دوستهایتان دقت کنید و در انجام هر کار با فامیل خود مشورت کنید. فامیل شما هیچگاهی بدی شما را نمی خواهد.